وادی و سلام شب از طبقه بالای پشت بوم هتل 11 طبقه. یک شهری برای خودش. همش را قرآن میخونه. خیلی خوبه. خب هم که قرآن میخونه خیلی خوبه. بره مرده خوبه دیگه. این اصلا کلا یک نوار گذاشتن 24 ساعته همیشه میکنه. این هم مرده مگه صدا برای تهش هم یک دریاچه. بعد از اون چراغونی ها دریاچه نزدیک کنم. کوفه هم نزدیک بود. اون کجا همون نیست کوفه؟ او که نیست، یک منطقه. کوفه منطقه تو منارش نداره. اصلا نگاه الان ما احساس میکنم که این مرده ها الان مثلا با ما زیاد فرق ندارن. یعنی یک جوری یک ما ساعت مثل بریم سن. یعنی اصلا یک دنیای زنده یعنی اصلا یک دنیای الان دیگه اینجا احساس میکنی که فکر میکنی الان همه او بر جمع خود ما به زودی مثلا بریم تو سن همون که این سمت او سمت رو میبینیم. یعنی یک حالتی مثلا خیلی راحت مثلا چون همه تو تصورشه که آیا هست آیا نیسته خب ولی واقعیتش هست. یعنی الان همه اینا برای خودش یک دنیایی دارن. همه الان جمعن با هم 100%. نه اصلا هم 100% هست با